سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 21 مای تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. این اشتباه است. شکایت سلیمان دولتوف از قرار اخراج است از لیتوا. نامه به امام علی رحمان همچون پیرو امام اعظم قانون منع حجاب را برهم دهید. تا امروز قریب 20 پرزیدنت و سروزیر و یک دبیر کل سازمان ملل قربان صدمه های هوایی شدند. اخراج با 30 مهاجر از جمله 16 تاجیک از ولایت کالوگا. در تاجیکستان راهها و زمین های کشت و خانه های مردم زیر سیل ماند. و اکنون تفصیلات خبرها. بختاور جمایف حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک روز 20 می سال 2024 در یک نامه سرکشاده به پرزیدنت تاجیکستان از امام علی رحمان خواسته است که همچون پیرو مذهب امام اعظم قانون منع حجاب را از بین برد. بختاور جمایف این قانون را که مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان روز 8 می سال 2024 با پیشنهاد کمیته دین همچون علاوه ها به قانون تنظیم و جشن و مراسم قبول کرد، ضد مذهب نیوکان ما نامیده از پرزیدنت خواسته است تا به موضوع اساس دخالت کند. برحمله این قانون را به زیر کنترل خود بگیرید. حامی حقوق اظهار اطمینان کرده است که اکثر مردم تاجیکستان ضد این قانونند و امیدوارند که با دخالت پرزیدنت این قانون از بین به زودی می رود. پرزیدنت تاجیکستان طبق صلاحیتش حق دارد که به قانون‌های از سوی پارلمان قبول شده ویتو گذارد و آنها را امضا نکند. بدون امضای پرزیدنت یگان قانون از سوی پارلمان قبول شده قوه قانونی نمیگیرد. مجلس نمایندگان روز 8 می سال 2024 به قانون تنظیم و جشن و مراسم چند تغییر علاوه وارد کرد که بر اساس آنها در جمهوری از جمله تمام معرکه‌های مربوط به سفر حج و عمره در دایره عائله محدود کرده شده. ایدگردک کودکان، استفاده بیش از 4 ماشین برای گسیل عروس به خانه داماد و واردات، فروش و ترغیب لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه، این چنین در جایهای جمعیتی پوشیدن چنین لباس‌ها در تاجیکستان منع کرده می شود. زیر مفهوم لباس به فرهنگ ملی بیگانه مقامات تاجیکستان در اصل حجاب و دیگر لباس دینی زنان را در نظر دارند. اما این تغییرات به قانون تنظیم و رسم آیین هنوز از طرف پرزیدنت امضا و در رسانه‌های رسمی نشر نشده است. به این دلیل منع حجاب هنوز قوه قانونی نگرفته است. با این وجود از تاجیکستان خبرهای زیادی درباره آغاز ریدها به ضد زنهای حجاب پوش به دست می‌رسند. روز 20 می کمیته کار با زنان و عائله حکومت تاجیکستان با نشر چند عکس از جریان رید مشترک شعبه کار با زنان و عائله شهرداری استرافشان در مرکزها و نقطه‌های سودای شهر بابت پیشگیری بیگانه پرستی شروع چنین ریدها را هنوز تا قوه قانونی گرفتن منع حجاب رسما تصدیق کرد. لازم به ذکر است که کمیته زنان در گذشته یک جای با مقامات انتظامی در کوچه ها چنین ریدها به ضد زنان و دختران حجاب پوش زیاد دایر می‌کردند، ولی بعدا بنا به اطلاع دریافته آزاده رحمان رئیس دستگاه پرزیدنت امر داد که این ریدها را بس کرده به حساب مردم نرسند. کاربران می نویسند اکنون برای کمیته کار با زنان باز میدان کاری افتاد. از این قبل روز 16 می سال 2024 در اینترنت ثبت ویدیوی یک رید ضد حجاب نشر شد که موجب واکنش‌های اکثرا منفی را به بار آورد. در این ویدیو چنین یک رید در درآمدگاه یک شفاخانه ثبت شده بود و در ثبت دیده میشد که یک مرد مسئول و چند زن که ظاهرا از بین همشیرهای شفقت برای این کار سفربر کرده شدند زنان و دختران حجاب پوش را مجبور میکنند که اول روی مال سر خود را تاجیکانه یعنی به قفا ببندند و به شکلی که روی و گردن و قسم پیش موی سرشان بنماید. یک مرد که ظاهرا مسئول رید به نظر می رسد به یک زن که نمیخواد حجابش را از سرش بگیرد میفهماند که اگر صورتش را بگیرد و به مقامات بفرستد 3,500 سومانی جریمه‌اش میبندند. فعال مخالف تاجیک سلیمان دولتوف در مراجعتنامه به حکومت لیتوا و کشورهای دیگر دموکراتی، حامیان حقوق و رسانه‌ها که در بازداشتگاه مهاجران رو به اخراج لیتوا قرار دارد که مقامات لیتوا هنوز روز 22 اپریل سال 2024 او را در مورد بیکار شدن مقام پناهندگیش و قبول شدن قرار اخراجش از قلمرو این کشور عضو اتحادیه اروپا خبردار کردند.
سلیمان دولتوف از این قرار شکایت برده است و طلب دارد که تا انجام بررسی شکایتش او را آزاد کنند. دولتوف می نویسد که در بازداشت نگاه داشتن او عادلانه و قانونی نیست، چون که تا انجام بررسی شکایتش قرار اخراج او قوه قانونی ندارد. او همچنین به پهلوی انسانی قضیهش تاکید می کند و می نویسد که همسرش توان مستقلانه نگهبین کردن 3 فرزند خودسالش را که همگی از 2 تا 5 سال دارند ندارد و به بالای این حالا باز حامله است. سلیمان دولتوف 38 ساله که از سال 2015 در لیتوا به سر میبرد، روز 5 اپریل سال 2024 در نزد طرفخانه‌اش در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا دستگیر شد. در مراجعتنامه‌اش دولتوف از حکومت و مقامات دادگاه لیتوا دعوت میکند که اتهامات به ضد او اعلان کرده دپارتمنت امنیت دولتی را موشکافانه تفتیش کنند، چون که به باور خود او این اتهامات هم بر اشتباه، نافهمی و بیانات ساخته و بافته اساس یافتند. به نوشته سلیمان دولتوف مقامات امنیتی لیتوا از جمله او را به اشتراک در تظاهرات به طرفداری از فلسطین و دیگر مسائل مربوط به فلسطین، ارتباط با پدر و مادر و برادرش که در روسیه اند متهم کرد و در این همه تهدید به امنیت لیتوا را مشاهده کردند و در این زمان اداره مهاجرت لیتوا بر این فکر بود است که از بس که دولتوف دیگر عضو گروه 24 نیست، در صورت اخراجش به تاجیکستان گویا تحت تعقیب و بازداشت قرار نخواهد گرفت. فعال تاجیک اشتراکش در تظاهرات به طرفداری از فلسطین را رد نمی کند، ولی می گوید این تظاهرات قانونی بود، نه به پشتیبانی از یگان گروه تروریستی. من نمیخوام که کودکان در یگان جا در جنگ بمیرند، چه کودکان اسرائیل، چه کودکان فلسطین و یا اوکراین. من همین طرف در راهپیمایی به طرفداری از اوکراین و ضد روسیه به ضد لوکاشنکو هم اشتراک داشتم. گمان دپارتمنت امنیت دولتی بر اساس این دلیل ها و یا بیانات پنهانی از من ساخته شده اشتباه است. من مطمئنم که هر کارشناس مستقل خیلی زود ناعادلانه و به اساس بودن این اتهام را معین میکند. اما اتهام از همه هوایی به عقیده سلیمان دولتوف این بعد قرار دپارتمنت مهاجرت لیتوا است که نوشته سلیمان دولتوف بیان داد که پدر و مادر و یک برادرش در سنت پترزبورگ روسیه زندگی دارند. تا سال 2022 برادر دیگرش نیز در روسیه بودند، ولی بعد آغاز عسکرگیری به تاجیکستان برگشتند. این 2 برادرش شهروندی روسی اند. سلیمان دولتوف به همه خویشاوندانش هم در روسیه و هم در تاجیکستان رابطه دارد. با در نظر داشت این دپارتمنت چنین میشمارد که چنین آدمی که خویشاوندان نزدیکش در روسیه زندگی دارند و یا شهروندان روسیه اند میتوانند از جانب دوره‌های دولتی و مقامات ویژه روسیه برای انجام فعالیت‌هایی که ضد منفعت‌های ملی لیتوا اند استفاده شود. دولتوف می نویسد بیش از 2 میلیون آزادگان تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند و این به معنای است که همه اونهایی که به خویشاوندان خود در روسیه ارتباط دارند جاسوسند و به امنیت لیتوا خطر ایجاد میکنند. او نبود یگان دلیل به امنیت لیتوا خطر ایجاد کردن خویشاوندانشون را یک دلیل کلیدی میشمارد و بر این است که حق ارتباط با اهل اویلش را دارد و نباید به خاطر این حقوق او را محدود کنند. دولت با تکیه به سامانه مدیازونه که ماه فوریه سال 2024 روی خط تمام افراد در قلمرو روسیه در جستجو قرار داشته را نشر کردند، می نویسد که نام خود را نیز در روی خط پیدا کرده است و این به معنی است که مقامات تاجیکستان تا حال دست از جستجوی او را نبرداشتند. 21 می سال 2024 وزارت کارهای داخلی روسیه نیز در پاسخ به درخواست رسمی اداره پایگاه خبری بامداد تصدیق کرد که سلیمان دولتوف تحت جستجوی فدرالی قرار دارد. فعال تاجیک قرار بازداشتش را ناعادلانه میشمارد و بر این است که حقوق در آزادی بودن را دارد، از جمله برای نگهبانی 3 فرزند خردسال و همسر حامله اش. سلیمان دولتوف سال تولدش 1986 زاده شهر وحدت، از سال 2015 یک 9 سال باز همچون پناهنده سیاسی همراه زن و فرزندانش در لیتوا به سر میبرد. سلیمان دولتوف در گذشته اعضای ارشد حرکت اپوزیسیونی فعالیتش فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. سال 2015 در پی منع فعالیت گروه 24 از سود دادگاه عالی تاجیکستان و موج بازداشت‌های اعضای آن سلیمان دولتوف از پترزبورگ به فنلاندیا فرار کرد، ولی 20 فوریه سال 2015 او را در فنلاندیا بر اساس درخواست اینترپل دستگیر کردند. معلوم شد که مقامات تاجیکستان این فعال مخالف حکومت را با اتهامات سنگین به مثل
باید گروه افراطی جلب کردن و به سوریه فرستادن جوانان توجک تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. آن وقت دادگاه فنلندیا به دلیل انگیزه‌های سیاسی از استرداد سلیمان دولتوف به تاجیکستان دست کشید و او را علاقه ماه بعد 24 مارس سال 2015 آزاد کرد. بعد رویش از بازداشت فنلندیا طبق پیمان دوبلین دولتوف را به لیتویا فرستادند و او از این کشور درخواست پناهندگی کرد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی همراه وزیر خارجه و دیگر همراهانش روز 19 می سال 2024 بر اثر سقوط چرخبال در یک منطقه کوهستانی در شمال ایران در نزدیکی مرز با آذربایجان به هلاکت رسیدند. رئیسی تنها رهبر کشوری نیست که قربان صدمه‌های هوایی شد. BBC در یک مرور تاریخی اسم قریب 20 پرزیدنت و سروزیر و یک دبیر کل سازمان ملل را که از سال 1940 به این طرف بر اثر سقوط چرخبال هواپیماها جان خود را از دست دادند برشمرده است. 7 سپتامبر سال 1940 پرزیدنت پاراگوای خوسه فلیکس استیکاریبیا همراه همسرش و خلبان بر اثر سقوط پیوپلان ساخته فرانسه جان دادند. 4 ایول سال 1943 سروزیر حکومت پولشا ولادیسلاو سیکورسکی در نتیجه سقوط هواپیمای جنگی امریکا در نزدیکی گیبرالتار به هلاکت رسید. 7 مارس سال 1957 پرزیدنت فیلیپین رامون دل فریرو به علت سقوط هواپیمای حربی بارکش امریکایی جان داد. در این هواپیما 24 نفر سوار بودند و تنها یک ژورنالیست روزنامه محلی زنده ماند. 29 مارس سال 1959 سروزیر جمهوری آن وقت مختار افریقایی برتلمی باگدانا در عرصه انتخاب محلی در نتیجه سقوط هواپیمای فرانسوی هلاک شد. رسانه‌ها بعدا خبر داده بودند که در محل سقوط هواپیما نشانه‌های مواد ترکنده را پیدا کردند. 8 سپتامبر سال 1961 دبیر کل سازمان ملل داگ همارشولد در راه به سوی ملاقات با شورشگران کشور افریقایی کنگو بر اثر سقوط هواپیمایش هلاک شد. سبب صدمه خطایی خلبان گفته می شود، ولی سال 2021 نشریه بریتانیایی درباره از یک سوی هواپیمای دیگر زده شدن هواپیمای دبیر کل سازمان ملل گزارش داد. 13 اپریل سال 1966 پرزیدنت عراق عبدالسلام عارف به علت سقوط هواپیما در شمال اون کشور جان خود را از دست داد. به جای او برادرش عبدالرحمن عارف پرزیدنت شد. 27 اپریل سال 1969 رنه برنسون پرزیدنت بولیویا که با شورشگران از جمله با قماندان مشهور عصر گذشته از کوبا چه گوارا مبارزه می برد، هنگام سفرش به منطقه کشور در نتیجه سقوط هواپیما جان باخت. 8 ژانویه سال 1977 سروزیر یوگسلاویا جمال بیدیچی در پی در نزدیکی سرای و بکو برخوردن هواپیمایش به هلاکت رسید. 4 دکمبر سال 1980 هواپیمای سروزیر پرتغالیا فرانسیسکو ساکارنیرو در راه پرواز به یک گردهمایی پیش از انتخابات در لیسابون به یک بنا برخورد. سبب صدمه نقصان تکنیکی و خنک نظری کارمندان فنی گفته شد. 24 مای سال 1981 هواپیمای پرزیدنت اکوادور هایمه رولدوس آگیلیرا در نزدیکی مرز پرو به کوب برخورد. سبب صدمه خطای خلبان گفته میشد. 2 آگوست سال 1981 همگی 3 ماه بعد هلاکت رهبر اکوادور دیکتاتور پاناما عمر توریخوس نیز در صدمه همسان کشته شد. هواپیمای او پیش از فرود آمدن به کوب برخورد. 19 دکمبر سال 1966 پرزیدنت موزامبیک سومارا میشل در شمال و شرق جمهوری افریقایی در راه بازگشت از سفر زامبیا بر اثر سقوط هواپیمایش به هلاکت رسید. از 44 نفری که در این هواپیما بودند 10 نفر از جمله بورت مکانیک ولادیمیر نواسیولوف زنده ماندند. 1 یونیو سال 1987 سروزیر لبنان کرم رشید در نتیجه ترکیدن بمب در چرخبال در راه بازگشت از طرابلس به بیروت جان باخت. مسافران دیگر آن چرخبال تنها جراحت برداشتند. 7 سپتامبر سال 1988 پرزیدنت پاکستان محمد ضیاءالحق در راه پرواز به اسلام آباد در نتیجه سقوط هواپیما هلاک شد. 6 اپریل سال 1994 یک بار 2 پرزیدنت در یک صدمه هواپیما جان باختند. هواپیمای پرزیدنت های رواندا و بوروندی ژوفینال خبیاریمان و سیپرین نتاریامیرا
از زمین با موشک زده شد و همه 12 نفر داخل آن کشته شدند. 26 فوریه سال 2024 هواپیمای پرزیدنت مکدونیا باریس ترایکوفسکی در نزدیکی شهر موستر بوسنیا سقوط کرد. او برای اشتراک در یک انجمن سفر داشت. همه 9 نفری که در هواپیما بودند هلاک شدند. 2 اپریل سال 2010 پرزیدنت پولشا لوخ کاچینسکی همراه یک هیئت بزرگ مقامات رسمی در به شهر سمالنسک روسیه بر اثر سقوط هواپیما به هلاکت رسید. این هیئت باید در مراسم 70 سالگی قتل عام عسکران ارتش پولشا در کاتین اشتراک میکرد. همه 88 مسافر و 8 عضو اکیپاژ هلاک شدند. سبب صدمه اشتباه خلبان، هوای نامساعد و اشتباه نادرست از طرف دیسپچرهای روسیه گفته می شود. در پولشا گمانهایی هم درباره دست داشتن روسیه در این حادثه نیز تا حالا صدا می دهند. ریاست پرستاف‌های دادگاه ولایت کالوگا روسیه روز 20 مای سال 2024 خبر داد که از این ولایت با 30 مهاجر را اخراج کردند. 16 نفر آنها از تاجیکستان، 10 نفرش از ازبکستان، 2 نفر از قرقیزستان و 2 نفر دیگر از کشور افریقایی نیگریا بودند. گفته می شود تنها در نیمه اول ماه مای به دست پرستاف‌های کالوگا 30 قرار دادگاه درباره از این ولایت و از روسیه بیرون کردن مهاجران غیر قانونی رسید. این افراد در حدود شهرهای کالوگا و اوبنینسک، همچنین در نویه‌های بروفسکی، ژوکوفسکی، میدینسکی، دزرژینسکی غیر قانونی کار و زندگی داشتند. آنها را تا زمان تهیه سندهای اخراجشان در بازداشتگاه مخصوص نگاه داشته بودند. بعد تهیه همه سندهای لازم، پرستاف و این 30 مهاجر غیر قانونی را تا خط مرز در فرودگاه شهر مسکو پایتخت روسیه برده رساندند. از آنجا آنها را به وطن دپورت کردند. گفته می شود در اطلاعیه ریاست پرستاف‌های ولایت کالوگا همه 30 مهاجر اخراج شده تا 5 سال آینده از حق ورود به روسیه محروم گردیدند. در روسیه گوبرناتورها را پرزیدنت تعیین میکند. متاسفانه سالهای آخر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چندین ولایت از جمله در کالوگا، تولا و کالینینگراد و همین طور در منصب‌های بلند حکومتی از جمله در رهبری کمیته تفتیشات روسیه شخصان موقعشان آشکارا ضد مهاجران را گوبرناتور یا وزیر و یا رهبر اداره تعیین کرده است. سال 2020 پوتین ولادیسلاو شپاش را که با موقع سیاست آشکارا ضد مهاجران نام برآورده است والی کالوگا تعیین کرد. در دوره رهبری شپاش از کالوگا قریب هر هفته خبرها درباره موجهای نو به نو تعقیب و اخراج مهاجران در سرخط خبرها قرار میگیرد. یک چندین سال باز در ولایت کالوگا مهاجران را حتی برای قانونشکنی‌های خرد و ریزه دستگیر و اخراج میکنند. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایشان پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجر آنهاست، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. هر سال از روسیه به تاجیکستان و اساساً با شرافت مهاجران چندین میلیارد دلار پول میفرستند. مرکز مطبوعات کمیته علوی فوق‌العاده تاجیکستان گزارش‌های مختصر از سیل‌های 2 روز اخیر و جریان برطرف کردن پیامدهای آفت‌های طبیعی در شهر و نواحی کشور خبر داد. 19 مای سال 2024 تقریباً ساعت 9:30 دقیقه بر اثر باران‌های شدید روزهای 18 و 19 مای بالاروی سطح آب دریای یوغسو به قید گرفته شد. آب خارج شده از ساحل معمولی 30 هکتار زمین‌های کشاورزی خواجگی دهقانی دهه سرخاب جماعت دیهات خوتن نویه فرخو را زیر آب کرد. 18 مای سال 2024 نزدیکی ساعت 16:30 دقیقه به وقت محلی 6 نفر ساکن دهه گلدره جماعت دیهات بنام میرعلی محمد علی فینویه واسه هنگام جمع‌آوری هیزم بر اثر بالاروی سطح آب در میان دریای یوغسو ماندند و راه برآمد به ساحل را از سبب بلندی سطح آب رودخانه نیافتند. برای از میان دریای پرخروش به ساحل آوردن ساکنان، کارمندان نجات شعبه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نواحی منطقه کولا به جای حادثه رسیده مدت 6 ساعت یک عملیات امدادرسانی پرخطر را انجام دادند. نجات دهندگان با یاری رسمان‌ها یک پول موقتی ساخته به شخصان میان آب مانده خود را رسانده و به هر کدامش لباس نجات پوشانده به ساحل آوردند. آنها به کمک طبی نیاز نداشتند. 18 مای سال 2024 در قلمرو دهه
کونبوی جماعت دیوت ایسور سطح دریای کوفرنیون بالا رفته. بر اثر آن به حوله مؤسسه تعلیمی، نقطه طبی، 7 گکتار زراعت کشاورزی و حوله 23 ساکن دیه آب وارد شده است. 18 ماه سال 2024 در نتیجه باران‌های شدید بالاروی سطح آب روز قرطاق مشاهده شد. در نتیجه خطر زیر آب ماندن منزل‌های ساکنان محلی در دهه بلخک جماعت دیوت شهرنو نویه شهرنو به میان آمد. برای پیشگیری کردن از این وضعیت با یک تکنیک وزنین مجرای دریا تغییر داده شده از زیر آب ماندن بناهای استقامتی پیشگیری شد. 19 ماه سال 2024 گروه کوری کارمندان مسئول کمیته اتوی فوق‌العاده و دیگر وزارت و اداره‌ها به نویه رودکی سفر کردند و معاین کردند که هنگام باران‌های شدید سطح آب دریای ایلاق بالا رفته و به خواجگی‌های ساکنان محلی ضرر رسانیده است. در دهه عدالت، گل‌آباد، کمسمال و شفق جماعت دیوت زینب آباد تخانه‌های 2 بنای استقامتی، 58 قطعه زمین نزد یولگی و اینچنین 74 گکتار زمین‌های کشاورزی جماعت دیوت مذکور زیر آب مانده است. بارشات شدید در دهات شهر وحدت باعث آمدن سیل گردید. همین طریق سیل ساحل رودخانه محلی را بین دهه‌های چهارباغ 2 و چهارباغ جماعت دیوت چوینگران زیر آب کرده به حوله ساکنان محلی درآمده است. در دهه‌های جماعت دیوت به نام کریم اسماعیلوف، برونوف، چوینگران، عبدالواسعی و گلستان تخانه‌های بناهای استقامتی، انشاءات یوریرسان و قطعه‌های زمینی نزد یولگی زیر آب مانده است. کمیته اتوی فوق‌العاده در جای حادثه قرار داشته برای رفع پیامدهای آفت طبیعی تدبیرها می‌اندیشد. 19 ماه سال 2024 ضمن اشر در حدود محلی نوروز جماعت دیوت به نام روزق با استفاده از یک واحد تکنیکی کمیته روی بین دیهه روستای سیمگنج در مسافه 330 متر توزیع کرده شده ساحل دریای سیمگنج مستحکم کرده شد. از جانب مؤسسه دولتی راه شهر با استفاده از داده تکنیکی مخصوص از جماعت دیوت یوروز تا محله خوشان در سمت راه وحدت رومید از گل و سنگ توزیع کرده شدند. بر اثر آمدن سیل تلفات جانی به قید گرفته نشده است. کارها برای رفع عاقبت‌های سیل در منطقه‌های نورآباد و سنگوار ادامه دارد. کمیته اتوی فوق‌العاده خاطررسانی می‌کند که تا 22 ماه سال 2024 خطر آمدن سیل، ریزش سنگ و ریگ، یرش و بلند شدن سطح آب رودخانه‌ها باقی می‌ماند. تا حد امکان احتیاط باشید. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.